در شهر بختر روز جوانان تاجیکستان را با برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فرهنگی، معرفتی و ورزشی اجتماعی پذیرایی نمودند. صبح دیروز نورسان و جوانان، دانشجویان دانشگاه و دانشکده و کالج‌های حدود شهر در دست شعار و آویزه‌های ترغیب کننده سرجمعی و متحدی جوانان به میدان راهپیمایی حاضر شدند. راهپیمایی جوانان از میدان مرکزی تا میدان وحدت ادامه یافت. ضمن جمع آمد رهبریت شهر بختر تمام جوانان را تبریک گفته ذکر نمودند که ما به احساس گرمی و تندرستی جوانان با آر و ناموس وطن خود باوری کامل داریم، زیرا آنها واقعا هم آینده نیک وطن و ادامه دهنده کار و فعالیت سازنده پیشوای ملت می باشند. طور ذکر گردید جوانان از هر وقت دیده بیشتر اطراف سیاست پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان متحد شده در آباد و زیبا گردانیدن هر گوشه وطن سهم ارزشمند خویش را گذارند. سپس چند از جوانان فعال شهر بختر در نزد حاضرین سخنرانی نموده منتداری خود را برای دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت اظهار نمودند. در جنبش چاره‌بینی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بختر به جوانان فعال سپاسنامه مقامات اجرایی سرفراز گردانیده شد. از جانب بخش فرهنگ شهر بختر برنامه کنسرتی عبارت از سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه پیشنهاد حاضرین گردانیده شد. در ناحیه خراسان نیز به افتخار روز جوانان تاجیکستان چاره‌بینی‌های زیاد فرهنگی تربیوی راه‌اندازی کرده شدند. ضمن جمع آمد تنتنوی اشاره گردید که جوانان ناحیه خراسان همچون پیروان پیشوای ملت در ترغیب و تشویق سیاست آبادکارانه حکومت مملکت سهم نظرست می‌گذارند. طور ذکر کرده شد در ناحیه خراسان مرکز فرهنگی جوانان فعالیت می‌کند که در آن متخصصان جوان کار و فعالیت کرده در اینجا محفل‌های گوناگون سرودخوانی، رقاصی و صنعت سخن را به راه ماندند. ما جوانان پیروی پیشوای ملت بوده همه وقت کوشش میکنیم در تمام سمت‌ها و سیاست دولتی جوانان آینده کشور محبوبمان تلاش ها ورزیم. در جمع آمد شرکت فعالانه جوانان ناحیه در مسابقه های جمهوری و به دست آوردن مدال های گوناگون مورد احترام و قدرشناسی قرار گرفت. طور معلوم گردید در این دوره جوانان و ورزشکاران ناحیه خراسان در سبقت های سطح بلند شرکت ورزیده صاحب مدال ها گردیدند و غالبان جای های افتخاری گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خراسان سپاسنامه و تحفه های هوسمندگردانی تقدیم کرده شد. دستگیری پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در سمت سیاست جوانان به‌نهایت زیاد می‌باشد. در ملاقات دیروزه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با جوانان فعال کشور برگزار نموده بود، بار دیگر تاکید نمودند که دولت و حکومت تکیه بر جوانان نموده سیاست خود را پیش میبرد. در محفل شام جوانی که در دایره نقشه چاره‌بینی‌های بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه برگزار گردید، ده‌ها نفر جوانان خوشبخت زمان شرکت ورزیده در فضای آباد و آزاد تاجیکستان عزیز و محیط مناسب کار و زندگی خوشحالی کردند. برنامه شام جوانی در ناحیه خراسان با اجرای سرود و ترانه‌های وطن‌پرورانه از جانب خود سازندگان فردای وطن حسن انجام پذیرفت. چی میزنه تا یک جوان هست جوانی نمیرم تا یک جوان هست جوانی نمیرم